همه این زمین هایی رو که در طول 8 سال گرفته بودید کمتر از 72 ساعت همه رو از دست دادیم. دشمن آنچه اینا که نگفتن برات، اینا که نمیگه تلویزیون برات، اینا که رادیو نمیگه، چنان گذاشتن دنبال تاریخ نوشت در 2-3 روز بعد از قطعنامه وقتی هجمه کردن بهمون یه رقم یواش بگم دشمن نشنوه خوشحال نشه. به اندازه کافی تو گودال خوشحال شدن اینها که اینجا نیزه ها و توپ ها رو برای بچه های ما یه قلم 12,000 اسیر ظرف 3-4 روز از ما گرفتن. وقت نمی کردن غنیمتیاتون رو جمع کنن. ظرف 3 روز معروفه توی بندیمشک و توی دزفول زن و مرد مردم و اینها پیرها و اینها لباس در آورده بودن به نظامی ها نشون میدادن، میگفتن سلاحتو کجا انداختی؟ سلاحو بده لباس بگیر. بذار هرکی ناراحت میشه ناراحت بشه. این تاریخ ماست، این تاریخ ماست.